من آرمان جنیدی بازنشسته آموزش پرورش هستم. از سال 1358 که بنیاد نشابور تأسیس شد، من هم در خدمت فرزندان ایران زمین در بنیاد نشابور مشغول شدم و در این بنیاد هدف فقط خدمت به فرهنگ ایران زمین و فرزندان ایران زمین هست. در این ساختمان برای همه عزیزان فرهنگی باز هست. در اینجا خدمات اینجا به وسیله فرزندان ایران انجام میشه. اندیشه تأسیس بنیاد نشابور در این مورد بود که خدمت به فرهنگ ایران زمین برای فرزندان ایران زمین باشه. شاهنامه خوانی که در اینجا برگزار میشه هفته یه بار روزهای شنبه و برای تمام مردم آزاد است. کلاس‌های خط و زبان پهلوی داریم و خط و زبان اوستا داریم، فارسی باستان داریم که تمام این کلاس‌ها تا مراحل بسیار بالا و پیشرفته انجام شده و انجام میشه. خدمات بنیاد نشابور به وسیله فرزندان بنیاد نشابور انجام میشه که فرزندان بنیاد نشابور شامل تمام فرزندان ایران زمین هست. در اینجا خدمات بازده خدمات به وسیله خود افراد هست و جنبه مادی نداره. همه به طور رایگان تمام خدمات این بنیاد رو انجام میدن، چه کلاس ها چه خدمات اجرایی.